پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میگه که من لم یشکر الناس لا یشکر الله. کسی در زحمت و تلاش یا که خدمت یک مسلمان شکرگزار نیست، پس اون شکر الله را بجا نمی آورد. حالا یک کس برای تو یک خدمت میکند، یک کس برای تو یک درس می آموزد، اگر تو بر او شکرگزار نباشی، تو هیچ وقت به پروردگار شکرگزار نیستی و هیچ وقت هم شکر پروردگار رو بجا آورده نمیتوانی. یعنی انسان با صبر باشد، با زبان شکرگزار باشد، کوشش کند که همیشه زبانش چی؟ شکر پروردگار کند. نمازگاران محترم، همیشه در زندگی خود یعنی انسانی باشد که نفع و فایده و یعنی کارهای نیکتان به همسایه و خویش و تبار و فرزندان و یعنی برای تمام خلق بندگان خدا باید برسد و این خصلت مسلمانی هست. احب الناس الی الله انفعهم. پیغمبر میگوید که صلی الله علیه و سلم بهترین مردم کسی هست که فایدهش به خلق خدا برسد و او بهترین بنده خدا هست و خداوند اون بنده رو دوست می‌دارد. بهترین مردم، دوست داشتنی مردم اون است که یعنی با خلق خدا در پیش پروردگار دوست داشتنی بنده همون است که با خلق خدا، با بندگان و در اون سرزمین خود، در اون خانواده خود فایده خودش میرسد. و احب الاعمال سرور تدخله این فی القلب مسلم. و بهترین عمل همون عملی هست که یک شادی و خرسندی را در قلب یک شکسته مسلمان چی میاری، یک خرسندی را بالای قلب اون میاری. دل به دست آر که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. دل نظرگاه جلیل اکبر است، کعبه بنیاد خلیل آذر است. خب از همه دلی نزدیکتر به پروردگار همون دل شکسته است، دل مظلوم هست. دل اون را ما باید به دست بیاریم، خوبی به اون کنیم که دعای او، خرسندی او بهترین عمل پیش پروردگار همین عمل هست. روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با اصحاب کرام نشسته بودند که گفتن میدونین که دو چیزی هست، دو خصلتی هست که انسان اون دو خصلت را انجام بدهد داخل بهشت می شود. اصحاب گفتن الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبر داناتر است. پیغمبر فرمودند یکمش تقوا هست، یعنی انسانی که خداتر هست، انسانی که همیشه عمل صالح میکند، انسانی که برای راست یعنی برای اهدنا الصراط المستقیم هدایت یافته است، همیشه خیرخواه مردم هست، همیشه انسانی یعنی ضررش بر خلق خدا به جامعه نمیرسد و تقوا دارد، همیشه غیبت کس را نمیکند، تهمت کس را نمیزند، به یک کس آزار و آسیب نمیرساند. این تقوای هست که جنبه تقوا یعنی ترس خدا این است که انسان باید نه فقط به نماز بلکه به تمام عملهای شایسته باید مؤثر باشد. چنانه که خداوند در قرآن میگوید که استعیذ بالله ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. نماز، چنانه که امروز ما و شما نماز جمعه میخوانیم، نماز انسانها را از کار فحشا، کار زیش، کار منکر، کار بد اخلاق نگاه می‌دارد. کسی نماز می‌خواند و نمازش پیش پروردگار قبول هست که بعد نمازش آزار آسیب پدر مادر نمی‌رساند، یعنی به بنده خدا با یعنی یک مسلمان غیبت نمی‌کند یا یک تهمت به اون نمی‌زند یا یعنی یک کار بدی را انجام نمی‌دهد. پس چی؟ در عمل صالح استوار هست. این است که تقوا این است که انسان هم نماز میخواند هم روزه میگیرد و از چیزی که خدا او را فرموده است که اون کار را انجام ده یعنی انجام میدهد، مثلی که صدقه کن، عمل خیر کن
یعنی با بندگان خدا صلح بیورز، همیشه آشتی داشته باشی، پس چی؟ این عمل صالح هست. یکم تقوا هست که سبب انسان را به بهشت میبرد. دوم چی هست؟ زبان شیرین. خداوند در قرآن میفرماید و قولوا للناس حسنا، با مردم شیرین سخن باشید. هر وقتی که با بندگان خدا سخن میکنید شیرین سخن باشید، یعنی آداب و معاشرت سخن را بدانید، یعنی با زبان خود یعنی زخم یا که ضرر نرسانید، مردم رو دلرنجانی نکنید، شیرین سخن باشید. این دو چیزی هست که انسان را به بهشت میبرند. باز در دوام حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند باز دو چیزی هست که انسان را به دوزخ میبرند. حالا این دو چیزی که ما تقوا و شیرین سخنی را گفتیم، اینها سبب به بهشت رفتن خود بنده هست. در همین دنیایی که زنده هستی، یعنی برای خود توشه میخواهی که ببرید و پیش پروردگار، باید چی؟ تقوا داشته باشی و شیرین سخن باشی و این دو چیز تو را به بهشت یعنی آسان و یعنی با سری بلند به سوی پروردگار، یعنی تو را خوشبخت میگرداند. دوم دو چیزی که انسان را به دوزخ میبرد، یکم این دهان هست. دهان چی است؟ دهانی که غیبت میکند، دهانی که دروغ میگوید، دهانی که حقارت میکند، دهانی که یعنی دشنام تهمت میزند. حالا که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید که مسلمان کسی هست که ای الاسلام خیر، یا که من هم ای المسلم، کی است مسلمان کسی هست که از دست و زبان او هیچ کس آزار و آسیب نمیبیند. خب با دهان خود غیبت نمیکند، دشنام نمیکند، حقارت یک کس را نمیکند. این چی هست؟ یکی از نشانه های مسلمانی هست. اما اگر رفت و حقارت کرد، دشنام داد، سخنی قبیح زد، این سببی به دوزخ رفتنش میشه. حالا در روایت صحیح آمده است که ابو هریره رضی الله عنه میگوید هر کسی که دشنام میدهد و همون دشنام خودش را اهمیت نمیدهد، ولی انسان‌هایی هستند زبان خود فقط آلوده به حقارت هست، همین حقارتی که بسیار میگویند و اون را فکر نمیکنند، 70 سال به سوی قعر دوزخ چی فرود میرود. حضرت ابو هریره رضی الله عنه از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چی این حدیث را روایت میکنند که پیغمبر برایش گفت که کسی چه سخنی میگوید، سخنی چی باشد، دشنام و حقارت، و اون را اهمیت نمیدهد و به توبه از این دنیا میرود، 70 سال به سوی قعر دوزخ فرو میرود. این بود یکی از سبب‌هایی که انسان به دوزخ میرود، دهان است. دهانی که حقارت دارد، دشنام دارد، غیبت دارد، تهمت میزند. حالا که بعضی از نفرها یعنی از جهت کم سوادی، از جهتی که کتاب نمیخواند، پس چی؟ همون فتنه را برای خود کسب میداند که فتنه را پروردگار میگه که از کشتار دم گناهش سخت‌تر است. والفتنه اکبر من القتل. فتنه ای که انسان یک بالا یک بین دو مسلمان یک فتنه و ناآرامی میارد، پس میگه همین از کشتار در چی گناهش بدتر است. دوم سبب به دوزخ رفتن چی میشود؟ شرمگاه. حالا که انسان را برای زن خداوند مرد را جفت کرد، برای مرد زن را جفت کرد، یعنی طریق نکاح. حالا هست انسانی که نکاح را اهمیت نمیدهد و شب و روز در کارهای بد اخلاقی هست و گناه این خیلی عظیم هست و به توبه از این دنیا میمیرد، زناکار خیلی عذاب سخت میکشد، اما برایش در همین دنیا خداوند کسل را آفرید که این کسل چی هست؟ به اصطلاح امروزه ویچ سپید که توبه نشونده هست. خدا هیچ کس را نشان ندهد، خدا همه را هدایت کند. حالا اگر نمازخوان هم باشد برود زنا کند، بد اخلاقی کند،
پس چی مبادا که به این کسل مبتلا می شود باز شرمنده و شمسار چی به سوی پروردگار می رود. حالا انسان وقتی که کاری بدی رو به نظر خود بد می بیند و همیشه پاک دامن هست، پاکی رو جستجو میکند، البته برایش هدایت هست، برکت هست و خداوند در زندگیش چنان برکت میدهد که برکت پاکدامنی برایش خیر میارد. اونهایی که بد اخلاق هستند خوب نه رزق حلال دارد و نه سالمی در بدنشان هست و نه خوشبختی هست بالاشان، خودشان میدونن گناهی خودشان را. باید همین خیال باشیم که یعنی نماز را که خواندیم باید کوشش کنیم که ما همیشه با تقوا باشیم، عمل صالح کنیم. پروردگار عزوجل این همه روزه ها و این رمضان و این شب های قدر را از ما و شما قبول بگرداند و پروردگار عزوجل گناهان همه ما و شما را بیامرزد و الله رب العزت توبه های نصوح های پاک کننده از گناه برای ما نصیب روزی بگرداند و بیماری هامان شفای کامل و عاجل نصیب روزی بگرداند. گذشتگان همه ما و شما در این روز عید عرفه پروردگار را همشان را همگی را رحمت و مغفرت شایسته جنت بگرداند. پروردگار را اونهایی که توفیق ندارند برایشان توفیق عنایت بفرما. پروردگار اونهایی که در زندان هستند اصلاح و آزادی برایشان نصیب روزی بگردان. پروردگار اونهایی که فرزند ندارند فرزندان سالم و صالحه برایشان نصیب روزی بگردان و اونهایی که قرضدار هستند از قرض و خجالت رهایشان بگردان. پروردگار در زندگی تمام اینهایی که دست بر دعا برداشتند خیر و برکت را ارزانی بگردان و این وطن ما و شما را خداوند و پروردگار صلح و ثباتش را دائمی بگرداند و خیر و فیض و برکت را در این سرزمین ما و شما ارزانی بگرداند و آنهایی که در این وطن ما و شما خدمت میکنند و پیشوای ملت و اون شخصانی که عسکر بچه‌هایی که در خدمت وطن هستند اونها را در زندگیشان برکت عطا بفرما، عمر دراز و برکت نصیب روزیشان بگردان. و صلی الله علی خیر خلق محمد و علی آله اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.